استاد همه شما در باره جینو گپ زده بخشش کمک وقت میگیرم. مثلا همین جین مسلمانی های کافری اگر همین مسلمانیش بینی گپ زنی قدیش مثلا بسیار کورو را مثلا بود میکنه، مثلا چی بود میکنه فرمانش میتی مسئله کسلی، مسئله اودام، مسئله چندین کورو را که همین مسلمانو ما مثلا خود که گفتن شرط نیست مثلا زورم یا بگم 11,000 جینی مسلمانی هم میبینم خیلی در فرمان هم مثلا فرمانش میتیم کورا که میکنن مثلا مسلمانان یکون کوری بد نمیونه همین کور چخیلی شما در مثلا جین گفت زده مثلا شما را بسیار مثلا چی میگنند توصیه میگن گوش که الحمدلله که با نوشنیک هم داره هم باشم روننده و خدمت بسیار هم چرا گوش میدم. بعد همین مسئله کسلی هم که میبینیم یک بار میگه که مثلا اقران همین سوره را بخون، این سوره را بخون میگه در حال همون کسلی الحمدلله با فضل الله پاک شفا میوه. سو کافر باشن میگه خوندم میگه همین چرا که همین جنای تنین ببرن مثلا که مقصد ما که ما همین 11,000 جین مسلمانی را میبینم، همون کلونش را میبینم. همین مسئله خیلی که مثال در چی ما هست اگه فقط در دل بود که شما را سوال تیم الحمدلله که الله همین روز نصیب کرد با شما صحبت کردیم کمک میفهمونده میره مثلا گناه های که توصیه کی میدهد که درس ها را گوش کنفته همون جینو 11,000 جین شما را گوش میکنه حاضی این باز هم اومد هم کلونش اومد سلام میرسونم با شما الحمدلله که کلون شد همون جینو مسلمان های نماز میخونه مثلا خدمت تماما پای به طورت نمیمونه به طورت تماما گشته نمیتونم مثلا توصیه شما رو بسیار چی میکنه مثلا گوش که میگه میره همین فقط هم نوشنیک در گوشم گوش میکنم همین سوال و جواب همه چیز شما رو الحمدلله گوش میکنم. مقصد ما که مثلا نمی یگون ظلم یگون آدمی خطا مینکو در حال ما بخوام که بگم همون رو یک تبزن میزننش همون ای 3 روز تا 6 ماه رزولتاتش میشه یا معیب میشه یا کسلی میشه یا یگون کور میشه مثلا بسیار کورا رو بود مینن همین خطایی که خطا نیست لیکن جینو مسلمانن نه برادر از جین یاردم نپرسید اگرچه مسلمان باشدم جین ها را نصیحت کردن ممکن است ولی آنها را کار فرمودن از آنها یاردم پرسیدن ممکن نیست. بعد جین ها از نظر ما غایب است اگرچه که اسلام ظاهر کندن بعد وقتی که کارهایش را اجرا میکنه این فتنه جین هست در آخر شما را به کفر یا یگان کاری خطا بردنش ممکن است. بنابراین نصیحت کردن ممکن است به جین ها ولی که اونها را از آنها یاردم پرسیدن ممکن نیست. رفته فلان کار را اجرا کن نه این خیلی کارا نکنید حرکت کنید و آنها بسیار صحبت نکنید نصیحت کنید امری معروف کنید ولی از آنها کار طلب نکنید یاردم نپرسید از آنها استغاثه با جین میکنه اینا یاری پرسیدن از جین ممکن نیست. بله برادر